کی همین نلخه رو مچخره میشناسه؟ هر کسی بشناسه پیام مرا براشان برسونه. ای بیناموسها، ای پست و رذیلها، شما که خود را مسلمان میحسابین، مسلمانیتون همین است؟ خطابم به تو ای نلخر، تو که خود را مرد میحسابی، از خدا نمیترسی؟ آیا شرم نمیکنی که با زرهای فاحشه مینشینی، سخنانی بد و بیشرمی میگویی و در نزد مردم بی‌حیایی میکنی؟ ای پست، آیا میخواهی دیگر مردها با مادر، خواهر، زن و دخترت چنین پستی و رذیلی را انجام دهند؟ آیا فراموش کردی که الله همه گفتار و رفتار تو را میبیند؟ روزی خواهد آمد که این زبان تو بر ضد خودت شهادت میدهد. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: هرگاه که شرم نکردی هر چی خواهی بکن. این حدیث معنا دارد که وقتی انسان شرم ندارد دیگر چیزی نمیماند که او را از گناه باز دارد. بس کن کارهای زشت و پسته پیش از آن که الله تعالی تو را بر رسوایی و عذاب در دنیا و آخرت جزای بد دهد.